шуд. خب با این ترتیب ابتدا به حیاط‌های دسته‌ها توجه میکنیم و از دسته میزبان شروع می‌نماییم. در خط دروازه رقم 1 الکس پپرا، در خط دفاع فوتبالبازان زیرین بازی میکنند. رقم 23 علی جان کرامت‌الله زاده، رقم 7 کامرانی میرزا نجات، رقم 19 ایدان اوکران، رقم 81 فتح‌الله فتح‌الله‌ев، رقم 9. در مورد هیئت داوران کمی بعدتر خواهیم گفت و حالا توجه میکنیم به هیئت بازیکنان دسته خطلون. در خط دروازه کوایه گوتسن بازی میکند، رقم 11 در خط نیم محافظه سوربون افغانوف بازی میکند، همچنین رقم 70 کامرون اسماعیلوف، رقم 88 سنت الله اسماعیلوف، رقم 11 ژان گاتن و همچنین رقم 22 پرویز باقی اوخونوف. با امکاناتی به هجوم گذاشتن برای فوتبالبازان دسته میزبان، یک پاس بسیار هم خوب و گل حساب شده میشود. بینندگان ارجمند در آغاز رقابت امروزه و چطور میبینید الچیبک رشیدبکوف توانست که بعد از یک پاس بسیار هم خوبی همدستش در این لحظه توپ را به دروازه حریف جا کند. شرفجان صالحوف هم در همان لحظه بسیار خوب بازی کرد، میدان را خیلی خوب احساس نمودنش را با یک پاسی به الچیبک رشیدبک روان کردهش خیلی خوب برای ما و شما به نمایش میگذارد. منتظر صحنه تکراری باقی میمانیم و واقعا هم یکی از اولین هجوم‌های فوتبالبازان دسته میزبان به این ترتیب به گل انجام می‌یابد و آنها توانستند حساب را کشند. بار دیگر میتوانید همین لحظه رو ببینید، واقعا هم افساید نیست، خیلی خوب توانستند همین دولونی با وجود اومده رو فوتبالبازان دسته ورزش ارتش گفتیم با 11 گل در زینه دهم است، از 13 بازی 2 غلبه 5 مساوی و 6 باخت رو به قید گرفتند و باز هم در این لحظه اکنون حساب برابر می شود. بسیار عالی بود حرکت فوتبالبازی دسته خطلون در داخل جریمه‌گاه حریف و به این ترتیب ما و شما می‌بینیم که در انجام دقیقه 8 رقابت حساب 1-1 می شود. ژان گاتن در داخل جریمه‌گاه بسیار هم خوب موقع رو انتخاب کرد و این هم اشاره است شاید به یکی از همدستایش که به نزدیکی صاحب فرزند شد. به این ترتیب اکثر فوتبالبازان گل‌های میزده خود را استقبال میگیرند و ژان گاتن رو ببینید چگونه حرکت میکنند در داخل جریمه‌گاه حریف. فردوس علی نظرов از کنار توپ رو به داخل جریمه‌گاه هوا داد، ژان گاتن از همه بلندتر میپرد و توپ رو با ضربه دقیقی سر به دروازه حریف جا کرد. خب نگفتن وقت شد تا توپ رو جلوی دروازه حریف روان کند. یک امکانیت دیگر برای فوتبالبازان دسته میزبان، فرصت بسیار عالی است اما دروازه‌بان برطرف میکند، ضربه دوم و همینطور حساب 2-1 شده ایستاده است. بینندگان ارجمند یک بازی بسیار دراماتیکی و جالب با اشتراک فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش و خطلون با حساب 2-1 اکنون جریان دارد. این تنها دقیقه 93 بازی بود که ما در جریان آن گل بسیار مهمی کامران میرزا نجات نیم محافظتگری مرکزی دسته را دیدیم، ولی حالا رقابت امروزه به نقطه نهایی خود نرسیده است. بار دیگر میتوانید ببینید چگونه وضعیت خطرناک بود. ضربه اول رو دروازه‌بان برمیگرداند و ضربه دوم رو اینجا اجرا کرد البته کامران میرزا نجات با گوشه راستی سمت دروازه حریف و در این حالت کوایه گوتسن امکانی نداشت آن وضعیت را برطرف کند. سعیدشاه بازارов دلشاد موفق شده نتوانست و همین حالا صدای که داوری مرکز بلند میشود و آن از انجام یک بازی بسیار دراماتیکی میان دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و خطلون درک می‌دهد. این تو دورهای دیگر صحتمند و پیروز باشد و ما روزهای بعدی هم از جریان رقابت‌های بازی‌های لیگ عالی فوتبال کشور کوشش می‌کنیم با دست